تولد یک کودک یک عالمه حال خوب و خوشحالی و آرزوهای جدید رو برای خانواده به ارمغان میاره. در کنار این حس و حال قشنگ، والدین با موجی از مسائل روبرو میشن که حل کردن بعضی از اونها خیلی هم آسون نیست. ممکنه مراحل رشد کودک با تأخیر مواجه بشه یا اینکه فرزند ما دچار استرس، اضطراب، گاهی هم وسواس بشه، یا ممکنه در ورود به مدرسه عملکرد تحصیلی مورد انتظار رو نداشته باشه، نتونه با دوستانش تعامل سازنده برقرار کنه و یا حتی در یادگیری خواندن و نوشتن چالش‌هایی رو تجربه بکنه. از این دست مسائل ادامه دارد تا نوجوانی و جوانی و گاهی توانایی‌های فرزندپروری ما رو به چالش میکشه. من معصومه قاسمی هستم، دکترای روانشناسی از دانشگاه تهران و آسیب شناس گفتار و زبان از دانشگاه علوم پزشکی ایران. خوشحالم که در زمینه مسائل کودک و نوجوان در سایلایف همراهتون هستم.